های داری چی کار میکنی؟ بابایی دارم پولای اهدایی فولاد مبارکه رو میشمارم. پاشو بابا لنده هور، برو یه کم خارج فقه و اصول بخون، پس فردا کلاس میذاری اصول و از فقهت خارج میکنن. بابا جونی گفتی درس خارج فقه و اصول، یاد خارج افتادم بابا جون. یه سفر جور کن با منزل بریم انگلیس، دلم واسه عمو جکستان تنگ شده بابا. موجی تو آخر جسم ناقصم و دغمرق میکنی، پاشو برو منقل بیار یه کم قیس کنی بچه. بابا جونی میگم یه وقت نکن از نوه امام عقب بیفتم. تازه شاهزادم شروع کرده بابا، تازه شروع کرده فعالیت. یکشون امام زاده است یکشون شاهزاده، حالا بعد چی زاده؟ این وسط کاسه چکونم گرفتم دستم بابایی. آخه داغون، کل عتیقه ایران دست توه، بعدش هم تو عظمازاده ای، تو هم ژن خوکی بچه. حالا بپر منقل بیا تا دهنم بیشتر وا نشده. ولی بابا ایوه تا آیت الله نشم که فتیره. آیت الله چیه؟ مگه من بودم؟ یه شبه یه چی بستن بهم و سر و ته قضیه هم اومد. این کاش ابو اکبر بود. اگه بود برم به شعابی کرد ولی فقیه. چی گفتی؟ به من تیکه میندازی گلابی؟ بچه پر رو اکبر رفسنجانی میخوای چیکار؟ مگه من مردم اولاق؟ مگه جنتی مرده؟ 2 تا کلاس خارج فقه واسط اوکی میکنم با برامکس سپاه و یه آیت الله خوشگل مشکل ازت میکشم بیرون. حالا پاشو اون سگ مستم و بیار که آب دماغم راه افتاد.